به نام خدا نحوه ثبت نام در سایت کارسود رو خدمتتون توضیح میدم. در گوگل گوشیتون سرچ کنید کارسود. کارسود یا به فارسی یا انگلیسی کارسود فرقی نمیکنه، یا دامنه خود سایت رو وارد میکنید karsud.ir. هر سه حالت رو که بخواین وارد بکنید و سرچ بزنید میاد بالا. من فارسی میخوام بزنم کارسود و سرچ رو میزنم. ببینید دوستان در گوگل کارسود رو بالا آورد. من کارسود رو کلیک میکنم. وارد صفحه ثبت نام شدیم دوستان. وارد این صفحه شدیم. برای ثبت نام این قسمت گزینه ثبت نام رو باید کلیک بکنیم. من گزینه ثبت نام رو کلیک میکنم. وارد این صفحه شدم. اینجا ناممون رو باید وارد بکنیم، اسممون و نام خانوادگیمون و فامیلمون رو که باید فارسی هم باشه و همون اطلاعات شناسنامه ایمون رو باید وارد بکنیم که اگر اشتباه وارد بکنیم درآمدمون به حسابمون بعداً واریز نمیشه و با مشکل میخوریم. گزینه بعدی شماره همراه خودمون رو وارد میکنیم. شماره همراهی که باید روشن باشه چون کد میاد برای ثبت نام. گزینه بعدی رمز عبور هستش. رمز عبورمون رو که حداقل باید 8 حرف باشه یا 8 عدد باشه وارد میکنیم. تکرار رمز عبور رو وارد میکنیم که دقیقاً باید همون رمز عبور اولی باشه که وارد کردیم و یادتون باشه که حتما باید یه جایی یادداشتش بکنیم که خیلی مهمه، بعداً خیلی به کارمون میاد، یادتون نره. گزینه بعدی که خیلی مهمه کد معرف هستش. کد معرفمون رو هم اینجا وارد میکنیم، همون کدی که معرفمون بهمون میده. زمانی که کد معرف رو وارد کردیم در این قسمت اسم معرفمون در اونجا در قسمت بالای کد معرف خود سیستم بهمون اسم فامیلش رو نمایش میده. خب ببینید نام رو من وارد کردم، نام خانوادگی رو وارد کردم، موبایل رو وارد کردم، رمز عبور رو وارد کردم، تکرار رمز عبور رو وارد کردم. این قسمت ببینید خود سایت وقتی که من کد معرف رو اینجا زدم اسم من رو آورد، سیدسان عبداللهی، و در آخر هم شما گزینه ثبت نام رو کلیک میکنید. ببینید وقتی اطلاعات کامل بشه این گزینه ثبت نام پررنگ میشه و شما میتونید چیکار بکنید؟ گزینه ثبت نام رو بزنید و وارد مرحله بعدی بشید. خب زمانی که ثبت نام رو کلیک میکنیم یک کد به شماره همراهی که ثبت کردیم میاد. این کد رو اینجا وارد میکنیم و گزینه تایید رو میزنیم. ثبت نام ما اینجا انجام میشه و وارد سیستم میشیم. خب ثبت نام ما کامل شد و وارد سیستم شدیم. یه نکته، اگر به جای کد معرفتون لینک دعوتش رو به شما داد و شما روی لینک دعوت زدید مستقیم دیگه وارد صفحه ثبت نام میشید و اطلاعاتتون رو کامل میکنید.